الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحیم. خواهر و اپاهان، امیدوارم که همه خوب باشید انشاءالله. از امروز درس‌های فقه حیض را انشاءالله سر میکنیم. امیدوارم که رمضانتان و عیدتان خوب گذشت. کمتر انتظار میشوم که دیگرانم داخل شوند و در وقت انتظاری هم بعضی گپ‌ها رو برای شما میگویم تا اینکه شما بفهمید که ما چی نیت داریم همراه این درس ها. انشاءالله در همین ماه کوشش میکنیم که در باره فقه حیض یاد بگیریم. البته این فقط درجه ابتدایی می باشد، یعنی که من نمیتوانم که برای شما فقه حیض را به درجه تخصص یاد بدهم، چون که درجه تخصص وقت بیشتری را نیاز دارد و این چونین باید که برای درجه تخصص را خواندن شما باید از قانونهای ابتداییش باید آگاه باشید و این چونین چون که من تمام این درس هایم را خودم به دیگر زبان ها خواندم و به دیگر زبان ها درس میدهم، من فکر میکنم که من شاید که نتوانم که درجه تخصص رو برای شما به زبان تاجیکی برسانم و خوب فهمانده بتوانم. اما انشاءالله با کمک الله کوشش میکنم که همین قانونهای ابتدایی رو اقلا برای شما برسانم تا اینکه اگر شما در این درس‌های ابتدایی، یعنی این درس‌های آسان اگر شما مهارت پیدا کنید، بعد انشاءالله در آینده کوشش میکنم که برای شما دیگر قانونهایش رو هم درس بدهم. من میدونم که زیادی شما میخواستید که فقه رو یاد بگیرید، اما نظر شما از فقه نماز و روزه و زکات و این خیل قانون ها بود. اما چون که من حس کردم که زنها قانون های حیض رو بسیار کم میفهمند و از قانون های حیض و از مسائل حیض بسیار کم آگاه هستند، من حس کردم که این بهتر می شود که شما رو قانون های حیض را گرچند که درجه ابتدایی است برای شما درس بدهم تا اینکه اقلا شما بتوانید که به دیگر زنهایی که در دور و بر شما است، به دیگر زنها و خواهرانی که در محله شما است، در نزدیکی شما است، شما بتوانید که آنها را کمک کنید. خب انشاءالله کوشش میکنم که 2 روزی هفته برای شما درس بدهم و درس های ما 1 ساعت نمی شود، از 1 ساعت کم می شود، شاید نیم ساعت یا 40 دقیقه شود، چون که وقتی همین شبکه زوم کم هست. پیش من پول می دادم 1 ساعت رو چی می کردم، سخرانید می کردم، اما حاضر نمی شود. برای همین انشاءالله نیم ساعت و 40 دقیقه یاد می گیریم 2 روزی هفته. بعد همین خیل انشاءالله نیت دارم که در 1 ماه یا از 1 ماه کمتر هم در 1 چند هفته این درس ها رو تمام کنیم. بعد انشاءالله کمتر باز من هم کار دارم و دیگر درس ها دارم، تفریح میکنیم. بعد انشاءالله از سپتامبر و اکتبر انشاءالله از همون ماهای پیشترک بعد انشاءالله دیگر درس ها رو یا درس های تجوید و عربی رو دوباره سر میکنم. بعد اگر شوقمندی دارید بعد میتوانید که آن وقت دوباره آبونه شوید و در درس ها شامل شوید. خب بسم الله الرحمن الرحیم. اول سر میکنم با یک مقدمه درباره این 3 اصطلاحات و درباره این 3 موضوع مهم که در فقه حیض یاد میگیریم. بله این مثلا این فن را فقه حیض گفته می شود، اما این فقط درباره مسائل حیض ندارد، فقط درباره مسائل حیض نیست، چون که در این موضوع حتی درباره نفاس و حتی درباره یک چیز به نام استحاضه هم صحبت کرده می شود. پس آموختن این 3 چیز شر مهم هست، چون که من برای شما پیشتر هم گفتم در درس های تجوید و در درس های عربی که برای دانستن یا برای شوقمندی پیدا کردن برای درس خواندن یک فن مهم هست که انسان باید بداند که برای چی این فن رو می آموزد و برای چی آموختن مثلا یک فن مهم هست. اگر این خیل هدف یک فن را بفهمد
و مهم بودن یک فن را بفهمد، پس آن وقت است که شوقمندی پیدا می کند و خوب می خواند و در آینده خوب استفاده می کند علمش را. خوب آموختن این 3 فن یا 3 چیز در این فن چرا مهم است؟ یکم، این 3 حالتهای زنانوی به عبادتهای زن رابطه دارد. این از همه سببی بزرگ است، چون که این 3 حالت به عبادتهای ما و شما رابطه ربط دارد. بسیار مهم است که ما از این 3 حالت ها خوب باخبر باشیم و درباره مشکلات های این 3 حالت خوب باخبر باشیم و بدانیم که وقتی که ما با یک مشکلاتی دچار شده ایم چطور میتوانیم که حل را بیابیم و راه حل چی است و مثلا در این حالت چی قاعده جاری می شود و در دیگر حالت چه قاعده جاری می شود. پس بتوانیم که به همین سبب عبادت های خود را درست بکنیم. اگر کسی از این 3 حالت ها یا اینکه از فن حیض با خبر نباشد، چی می شود؟ بعضی وقتا نمازش رو شاید به طهارت یا در حالت جنابت بخواند، یا اینکه بعضی وقت شاید که بعضی نمازهایش که قضا شده بود و قضا حساب شده بود شاید آنها را قضا نکند، یا بعضی وقت گمان کند که حیضش تمام شد اما حیضش اصلا تمام نشده است و نماز رو بیهوده بخواند. برای همین چون که به عبادت های ما رابطه دارد، ما باید که بخواهیم یا اینکه نخواهیم، معقولمان باشد یا اینکه نباشد، باید که از این قانون ها آگاه باشیم. افسوس است که در این زمانه ملاها یا اینکه مولاناها یا اینکه شیخها یعنی مردها از این قانون ها از زنها زیادتر با خبر هستند و این بسیار متاسفانه است، چون که ما و شما زن هستیم و این حالت ها با ما پیش می آید. پس ما باید که از این قانون ها خوبتر با خبر باشیم. سبب دوم، باید که اکران را میبینید. سبب دوم چی است؟ که به زندگی روزانه زن رابطه دارد. این 3 حالت ها به زندگی روزانه زن رابطه دارد. کی میتواند که زن با شوهرش همخوابه شود، کی جایز نیست، کی او پاک حساب می شود، کی پاک حساب نمی شود. بعضی مایه های است که از زن مثلا خارج می شود، کدام وقت آن مایه ها، آن تری ها نجیس حساب می شوند، کدام وقت نجیس حساب نمی شوند. تمام اینها به عبادت ها و به زندگی روزانه زن رابطه دارد. پس مهم است که زن باید از این خلق قانون ها آگاه باشد. و سبب سیوم که این آخران سبب نیست اما شاید که از همه مهمترین یا اینکه یکی از مهمترین سبب ها باشد، سیومش است تا اینکه زن قانون های دینش را بفهمد و مشکلات های خود را دایر به این حالت ها حل کرده بتواند. خوب این سبب سیوم است که این فن را آموختن برای زن بسیار مهم هست و این چونین من برای چی شما را اینها را میخواهم درس بدهم، چون که مثلا در دولت های ما زیاد دخترها، خیلی زیاد دخترها در مدرسه ها میخوانند و خیلی زیاد دخترها از این خلق قانون ها با خبر هستند. حتی کسانی که در مدرسه نمیخوانند، زنهای مثلا عام عمومی در محله در شهر، بعضی وقت به آنها پروگرام هم میسازیم. همین دخترهای مدرسه یا اینکه معلمه ها بعضی پروگرام ها میسازن که همین زنای محله رو درس میدهن همین قانون ها رو در یک چند ساعت. پس چون که در این دولت ها این خیل قانون ها، این خیل پروگرام ها، این خیل مجلس ها بسیار زیاد می شود، الحمدلله زنهای محله های ما، زنهای شهرهای ما، دولت های ما از این خیل قانون ها بسیار با خبر هستند و می توانند که مشکلات های خود را حل کنند. اما مثلا در دولت تاجیکستان یا در دیگر دولت هایی که مثلا مدرسه و مسجد زیاد اجازت نیست یا اینکه زیاد نمی شود، برای شما خواهر و افهان آموختن این فن بسیار مهم است تا اینکه شما بتوانید که به زنهای کلان، به دخترهای کوچک، به دخترانتان، به خواهرانتان، به دوستهایتان این خیل قانونها را و این خیل مسئله ها را بفهمانید تا اینکه آنها بتوانند که اینها را بفهمند. و عموما در مثلا دولت شما در تاجیکستان چی هست؟ هر کس نمیداند این قانون ها و معلمه ها و استادها پر نیست در همه جا. پس انسان ها نمیتوانند که هر کس را بپرسند.
پس برای همین مهم هست که شما خواهران، مخصوصا خواهرانی که در تاجیکستان هستن، این قانون ها رو خوب بیاموزن تا اینکه بتوانند که بعضی خواهران رو بگن که من از این قانون ها با خبر هستم، اگر شما یک مشکلاتی پیدا کردید می توانید که از من سوال کنید. خب پس این بعضی سبب های هست که آموختن این سه فن بسیار مهم هست. خب اکنون دوام میکنیم. پاک و صفایی یعنی طهاره لفظی عربی است که معنایش است پاک و صفا بودن. یکم، خود را پاک و صفا نگاه کردن خیلی مهم است، زیرا قرآن و احادیث هم به این تأکید کردند. زیادی چندین آیت ها هست، چندین احادیث هست که به پاک و صفایی تأکید میکنند و تشویق میکنند و این یک جزئی بسیار کلانی اسلام هست. پس برای همین باید قانونهای حیض و نفاس و استحاضه را زن یاد بگیرد تا اینکه خود را پاک و صفا نگاه بدارد. دوم، پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند پاکی نصف ایمان است. این یک بخش یک حدیث بسیار دراز هست که در صحیح مسلم وارد شده است. الطهور شطر الایمان و حدیث همین خیلی دوام دارد و سبحان الله تملأ المیدان همین خیلی دوام دارد. این قسمت یکمی همون حدیث دراز هست که مربوط به این موضوع امروزه ما هست. پاکی نصف ایمان هست. پس برای همین این سبب دوم هست که پاک و صفا بودن را و قانونهای حیض را آموختن مهم هست. سوم، پاک و طاهر بودن به خیلی عملهای دین شرط است. میدانید که اگر انسان پاک نباشد خیلی زیاد عملهای دینش قبول نخواهد شد. مثلا نماز خواندن، طواف کردن، لمس کردن قرآن. برای این خیلی عملها پاک و صفا بودن یعنی طاهر بودن شرط است. پس برای همین انسان باید که قانونهای حیض و نفاس را باید یاد بگیرد تا اینکه خود را پاک و صفا نگاه کرده بتواند. و چهارم، پاک و صاف بودن انسان را از زیاد بیماری های شدید، از زیاد بیماری ها دور نگه می دارد. پس از همین خاطرها، از همین سببها پاک و صفا بودن خیلی مهم هست. دوام میکنیم. اول سر میکنیم از موضوع بلاغت، بلوغ. خب بلوغ میگوییم، بلاغت به فکرم به تاجیکی. بلاغت چطور ثابت می شود؟ در اطفال یعنی طفل خرد، دختر یا اینکه بچه. در موضوع امروزه انشاءالله من درباره دختر زیاد صحبت میکنم. چطور ثابت می شود؟ در اسلام بلاغت برای دختر ثابت می شود در سن 9 سال قمری که مطابق است به 8 سال شمسی و 8 ماه و 3 هفته. خب یعنی که یکم چیزی که باید ثابت شود برای دختر خرد این است که باید که سن و سالش 9 سال قمری را برسد. یعنی چی؟ یعنی اول شما اگر مثلا با خبر نباشید، مهم است که شما بدانید که سالها مثلا یکی هست کلندری قمری، یکی هست کلندری شمسی. خب در این زمانه ما مثلا در این دولت امریکا، در این دولت های جهان و در دولتی مثلا روسیه و در تاجیکستان هم حتی چی رو پیروی میکنند؟ کلندری شمسی رو پیروی میکنند. یعنی که یک کلندر شمسی چند روز دارد؟ 365 روز دارد. میدانید 12 ماه و 365 روز. مثلا میدانم که در تاجیکستان هم ماها چطور گفته میشد؟ ینور و فوریه و مارس و اپریل، این خیلی گفته میشد. مثلا در اینجا هم به انگلیسی هم خیلی میگویم January, February, March, April، همین خیلی میگویم. پس تمام این ماها که در روسیه و در تاجیکستان و در امریکا و در کانادا و در دولت ها از چی پیروی میکنن؟ از کلندری شمسی. یعنی که از روی آفتاب کار میکنند، روزها از روی آفتاب میرود. پس در یک کلندر شمسی 365 روز است. خب این مهم است، شما باید این را بدانید.
خب هدف من عالی در پیش است، اما این رو پیش از پیش بفهمید که در یک کلندر شمسی 365 روز است که 12 ماه می شود و این چی است؟ یک سال حساب می شود، یک سال شمسی. اما کلندر اسلامی یا اینکه کلندر هجری که با ماه کار میکند 354 روز دارد. خوب، و این را چی میگویند؟ این را کلندر قمری میگویند و تمام احکام اسلامی کلندر قمری را پیروی میکنند. خوب، تمام قانون هایی که در احادیث، که در کتاب های اسلامی، در کتاب های فتاوا و فقه و فتوا که آمدند، از چی پیروی میکنند؟ از کلندر قمری. و یک کلندر قمری 354 روز دارد، یعنی که از کلندر شمسی 11 روز کمتر دارد. خوب، پس از همین خاطر هست که وقتی که من برای شما میگویم که دختری میدهک باید که اقلا 9 سال باشد، این 9 سالی کلندری تاجیکی یا راسیسکی یا اینکه شمسی نیست. خوب، این 9 سال، هدف این 9 سالی کلندر اسلامی، کلندر قمری، که وقتی که این را پیریود میکنیم، وقتی که این را پیریود میکنیم با کلندری مثلا روسی و یا کلندر تاجیکی، این مطابق میشود با 8 سال شمسی و 8 ماه و 3 هفته. یعنی که اگر شما دخترچه داشته باشد یا دخترچه باشد که 8 ساله باشد و یکی از این واقعه هایی که من برای شما حاضر میفهمانم اگر رخ بدهد، اگر واقع شود، آن دخترچه الکی بالغه حساب می شود. فهمیدید؟ پس وقتی که 8 ساله باشد نمیگوید که ای الان 8 ساله است، بالغه حساب شدن نمیتواند. باید که ببینید که این 8 ساله آیا 8 ساله و 8 ماه و 3 هفته شده است دختر یا اینکه نه. اگر شده باشد این الکی این دختر 9 ساله اسلامی حساب می شود. پس از همین خاطر هست که شما باید در همین دقت کنید. خوب، وقتی که من 9 ساله میگویم 9 ساله اسلامی، 9 ساله تاجیکی یا اینکه 9 ساله کلندر ینور و فوریه، نه، 9 ساله کلندر اسلامی که اگر پیریود بکنیم با چی مطابق میشد؟ با 8 سال و 8 ماه و 3 هفته کلندر شمسی یا اینکه تاجیکی و روسی. خوب، وقتی که دختر این سن سال را برسد فوراً بالغه حساب نمیشد. باید که یکی از این حالت ها پیش بیاید، هم سن سال باشد و هم یکی از این حالت ها پیش بیاید. نظر کنید و این چونین با 9 سال بودن یکی از این واقعه ها باید پیش بیاید. یکم، یا اینکه باید 9 سالی اسلامی باشد و حیضش یکم بار روان نشود، یعنی که یکم بار خون ببیند و این خون دیدنش هم باید یک بار نباشد. مثلا یک بار ببیند و یک بار مثلا لباس تگش آلوده باشد و دیگر هیچ وقت مثلا روز دوم و روز سوم جاری نشود. این خیلی نه. باید که وقتی که من میگویم که حیضش باید یکم بار روانه شود، معنای این همین است که باید اقلا برای 3 روز خون از آن دختر روانه شود. شرط نیست که خون باید روانه باشد از اول، از روز یکم تا روز سوم، شرط نیست، اما اقلا باید کمتر آلوده شود روز یکم و کمتر اقلا باید آلوده شود لباس تگش در روز سوم. یعنی که اقلا باید 3 روز از دخترک باید خون روانه شود تا اینکه این حیض حساب شود. چون که یک وقت میتواند این خیلی شود که کودک مثلا دخترک بازی میکرد و نخست خودش رو در جای زد، مثلا خودش رو عضوش رو شرمگاهش رو در جای زد نخست و چی شد؟ افگار شدک و از همین خاطر چی شدک؟ خون روانه شد. این که از خاطر حیض نیست، این از خاطر زخم هست، یا اینکه دخترک به کدام بیماری گرفتار شده است و از او یک بار یا که برای 1 روز یا برای 2 روز خون روانه شد، این حیض حساب نمی شود. خوب، برای همین باید که وقتی که 9 سال اسلامی که شد باید حیضش
یکم بار روانه شود و انشاءالله وقتی که درباره احکام حیض که یاد گرفتیم شما خواهید فهمید که وقتی که من حیض میگویم چی معنا، یعنی که حیض باید چی قانونها رو بگذارد تا اینکه حیض حساب شود. خب این یکم هست. اگر 9 ساله شد و حیضش روانه شد این بالغه حساب می شود. یا اینکه اگر حیضش نآمد اما 9 ساله هست تو حالت دویم پیش آمد که حامله شود اگر حیض هم سر نشده باشند. خب این همین خیلی برای قانون هست. خب در زمانه ما دخترای 9 ساله مثلا توی نمیکنند، با شوهر نمیروند، اما در دیگر زمانه ها و در دیگر دولت ها همین خیلی بعضی وقت رواج بود و این باقی هم ندارد. چون که وقتی که شما مثلا تاریخ رو بخوانید شما یکم وقت در بعض وقت‌های تاریخی می‌بینید که دخترها الکی در 9 سالگی خیلی کلان بودند و الکی مثلا کودک وارین رفتار نمی‌کردند، الکی زن وارین رفتار می‌کردند و از این زمانه ما است که دخترها در مثلا 9 ساله و در 10 ساله تا حاضر هم کودک هستند. حتی در این زمانه و این دولت ما تا 17 و 18 ساله همگی رنگی کودک هست. پس در زمانه های قبل بعضی کسا، بعضی دخترها در 12 سالگی پیشتر که میرین در 10-9 سالگی هم به شوهر میبرامدن و این یگان گناه یا یگان باقی ندارد به شرطی که دختر بالغه باشد و به شرطی که دختر راضی باشد. مثلا مادر ما عایشه رضی الله عنها در سنی 6-7 سالگی توی شدک، اما در سنی 9 سالگی با شوهرش یعنی با پیامبر صلی الله علیه و سلم زندگی رو سر کرد و عایشه رضی الله عنها هیچ وقت مثلا به این مانع نبود، چون که در آن زمان هم این بسیار یک رواج بودک و این هم درست بودک و دخترها در آن زمانه کلان و عاقله بودن. خب دویم همین است که اگر حیضش نآید اما حامله شود در آن وقت هم چی می شود؟ بالغه حساب می شود. یا اینکه از نکاح درست باشد یا اینکه خدای نخواسته کودک را اگر تجاوز کنند و حامله شود، خدای نخواسته خداوند این را از همگی دور نگه دارد، اما باز هم قانون همین است که بالغه حساب می شود. سوم همین است که اگر دختر نه حیضش بیاید و نه حامله شود اما خواب شهوتانه ببیند و 9 ساله هم که باشد، در آن وقت دختر چی می شود؟ بالغه حساب می شود. خب و اگر این 3 حالتی اولی که من برای شما خواندم و برای شما فهماندم، اگر این 3 حالت پیش نآید و دختر نه حیضش بیاید، نه خواب ببیند، نه مثلا حامله شود، یگان این حالت ها پیش اگر نآید، اما در این حالت چی می شود؟ در این حالت بلاغت جسماً ثابت نمی شود، اما با سنن یعنی که با سن و سال ثابت می شود. جسماً این 3 واقعه های اولی که من برای شما فهماندم این همان حالت ها رو گفته می شود وقتی که بلاغت جسماً ثابت شود، چون که یا خواب شهوتانه می بیند و یا اینکه حامله می شود یا حیضش می آید، این از جسم الکی دیده می شود که این دختر چی شده است؟ بالغه شده است. اما اگر این 3 حالت های جسمی اگر واقع نشود، 4م حالت چی است؟ اگر یگان این واقعه های بالا پیش نآید، در سن و سال 15 سالگی 15 سالگی چی؟ 15 سالگی اسلامی، طبق کلندر اسلامی، طبق کلندر قمری 15 سالگی، یعنی که مطابق است با 14 سالگی شمسی و 6 ماه و 2 هفته. یعنی که چون که شما کلندری چی را استفاده میکنین؟ ینوار و فوریه کلندری روسی رو استعمال میکنید و من هم مثلا در اینجا ما کلندری انگلیسی رو یعنی گریگوریان میگیم استعمال میکنیم. ما باید الکی چی رو در معنی خود جای بدهیم؟ 14 سالگی و 6 ماه و 2 هفته رو، چون که با کلندری شمسی که ما استعمال میکنیم 15 الکی در 14 سالگی و 6 ماه و 2 هفته دختر با کلندر اسلامی 15 ساله حساب می شود. خب یعنی که یک بار دیگر
اگر دختر 9 ساله اسلامی بشود، خب، و این 9 سال مطابق است به 8 سال و 8 ماه و 3 هفته کلندری روسی یا کلندری شمسی. وقتی که 9 سال شود باید که به این 3 حالتهای اول باید شما نظر کنید. اگر حیضش بیاید و حیض باشد، بیماری نباشد، چی می شود؟ بالغه حساب می شود. اگر حیضش نآید، حامله شود، بالغه حساب می شود. و اگر این دو واقعه پیش نآید اما خواب شهوتانه ببیند، باز هم چی می شود؟ بالغه حساب می شود. و اگر این 3 حالت پیش نآید در 9 سالگیش، پس انتظار می شود تا 15 سالگی. وقتی که دختر 15 ساله شود، یعنی که 14 ساله و 6 ماه و 2 هفته که شود، در آن حالت بالغه حساب می شود. خوب، پس فراموش نکنید که بلاغت چطور ثابت می شود؟ 2 حالت، یا جسماً که 3 نقطه دارد، این 3 نقطه اول، یا اگر جسماً حساب نشود و ثابت نشود و یگام واقعه جسمی پیش نآید، سنن این یعنی که با سین و سال. خوب، با توجه که شما سین و سال را هم سین میگویید، سین با عربی هم سنون گفته میشد، برای همین سنن میگم. اگر جسماً ثابت نشد، سنن. واضح و روشن هست انشاءالله؟ خوب، دوام میدیم اکنون. خوب، وقتی که دختر چی شد؟ بالغه حساب شد، همه قانونهای اسلامی به او لازمی میگردد. خب، قانونهای فرضی فرض میگردد، قانونهای وجوب به او واجب میگردند. یعنی که وقتی که دخترتان، خواهرتان، کسی که نباشد، وقتی که 9 ساله اسلامی شد و یکی از واقعه های جسمی پیش آمد، یا اینکه واقعه های جسمی پیش نآمد اما 15 ساله شد، باید که عبادت های خود را به جا بیاورد. برای همین است که پیامبر صلی الله علیه و سلم برای ما امر کرده است و برای ما درس داده است که وقتی که اولادهای ما 7 ساله که شدند، باید که ما به آنها الکی نمازخوانی را تشویق بدهیم. الکی آنها را مثلا طریقه نماز خواندن و طریقه طهارت کردن را باید یاد بدهیم. خوب، و خیلی زیاد تأکید بکنیم به آنها که بیا نماز بخوان یا وقتی نماز شده است. و همین خیلی چون که در سن سال 9 سالگی الکی میتواند که دختر چی شود؟ بالغه شود. برای همین مهم است که از سن سال کم با آنها عادت همین را برسانیم و بدهیم. دوم، او باید تمام عبادت ها را انجام بدهد، 5 وقت نماز، روزه رمضان، زکات. اما چون که در زمانه ما مثلا زکات دادن را اطفال انجام دادن نمیتوانند، برای همین بسیار مهم است که شما همچون پدر و مادر به آنها چی ندهید؟ به آنها یگان نصاب ندهید، یگان مال و طلا ندهید. حتی برای آنها اگر مثلا یگان طلا هم که میخرید، نگویید که مثلا این مال تو است، من برای تو دادم، و در دست آنها ندهید. برای خودتان گفته بخرید و اگر خواهید به آنها بپوشانید، اما هیچ وقت مال آنها گفته به آنها ندهید و به آنها مال و چیز ندهید، چون که بعد به آنها چی می شود؟ زکات دادن لازم می شود. و اگر آنها احکام زکات را ندانند، شما گناهگار می شوید که آنها را صاحب مال ساختید و اما قانونهای زکات را یاد ندادید. اما اگر بخواهید که به آنها مثلا مال و طلا بدهید و زکاتش را خودتان میکشید از مالش، از مال طفلتان، این هم جایز است. مثلا با آنها مال دادید، با آنها طلا دادید، هر سال اگر با آنها 6 زکاتی طلاش را مثلا بکشید و از مال همان طفلتان، از مال دخترتان اگر زکاتش را خودتان بدهید، از مال خودش، اما این درست می شود. خوب، اما من خودم وقتی که مثلا مایده تر بودم، 10 ساله 11 ساله، من بالغه نشده بودم، مادرم به من یک چند سپیچکه های طلا و یک چند چیزها داده بود. من اصلا نغز نمیبینم و نمیپوشم، اما داده بود. پس من به مادرم گفتم که اینها را چیکو بگو که اینها مال خودت هست، تا اینکه برای من دادن زکات لازمی نشه، چون که من در 10 ساله و 11 ساله نمیدانستم که زکات رو چی طور بکشم و بدهم.
برای همین بعد مادرم این تمام مال رو، تمام این طلاها رو از خود گفتو تا وقتی که من حتی تا وقتی که من شوی کردم از خودم، از مال خودم حساب نمی کردم. بعد وقتی که شوی کردم بعد آنها رو به من داد، بعد من خودم زکاتش رو از همان روز عبارتا می دادم. خب به هر حال سوم به تمام گناهایش جوابگر می شود. خب افسوس است که در این زمانه ما وقتی که کودک ها 11 ساله 12 ساله که حتی هم می شوند یا حتی بالغ هم که می شوند دخترها، کلان ها آنها را به مانندی کودک حساب می کنند و مثلا به نماز تشویق نمی کنند آنها را، و اگر آنها مثلا سطر خود را نپوشانند یا حجاب خود را نپوشانند آنها را کودک حساب می کنند. این بسیار متاسفانه است، مخصوصا در دولت ما که تا مچون چند سالگی را تا پیر شوی را حجابا نمیمانند و مچون چی را نمیمانند. برای همین مهم است که آنها اینها را بفهمند و گرچند که من میدانم که در جایهای شما مشکلات است، اما من عموما قانون اسلامی را برای شما میفهمانم که وقتی که دختر بالغ که شد احکام حجاب و احکام نماز و احکام روزه و احکام قرآن خوانی و تمام این چیزها برای او لازمی میگردد. و اگر دختر 12 ساله هم که باشد، 10 ساله هم که باشد، اگر بالغ شده باشد نباید مثلا چی کند، غیبت کند، نباید مثلا دروغ بگوید، نباید مثلا باید نافرمانی پدر مادر رو بکند برای که خودش گناهکار می شود. پس شما وقتی که اولادهایتان یا اینکه خواهرهایتان یا اینکه شاگردهایتان در آینده اگر به کسی درس بدهید، با آنها بفهمانید که وقتی که آنها بالغ که شدن باید مادر با دختر ششته این تمام قانونها را یک بار بفهماند تا اینکه چی شود، آگاه شود و از گناه خود را دور بگیرد. خب برای درس امروزه 3 دقیقه مانده است. من دیگر قسمت رو سر نمی کنم، اما انشاءالله پگاه دوام میکنیم. برای امروز تا همینجا انشاءالله بس میکنیم و اگر شما دایر به درس امروزه یگان سوال دارید میتوانید که سوال کنید. اگر دایر به درس امروزه نباشد سوالهایتان را الان نکنید، چون که در درس های آینده جوابهایش را خواهید گرفت. خب در همین جا درس را میمانیم. سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.